عزیز و همراهان همیشگی تلویزیون آنتن در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و چادرملوی اردکان. دیداری که از سری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور داره تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه. ترکیب دو تیم رو من خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم. یه خورده دیر هم کارمون شروع شد، به همین دلیل هم پوزش میخوام از شما بینندگان عزیز. در تیم داماش گیلان اشکان توانا امروز درون دروازه ایستاده: میلاد پورمحسن، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد سجاد قلیبیگی، امیر محمد سیمانپور، حسین خیری، آرمان لطف خدا، رضا زاهدتبار، میرهادی میرجوان و کمیل حیدری 11 بازیکنی هستند که امروز علی نظر محمدی به زمین مسابقه فرستاده. برای تیم میهمان یعنی چادرملوی اردکان هم سعید محمدی فرد، محمد بختیاری، سیروس صادقیان، علی طاهران سرخه، عطابک زارعی، محمد ابراهیم رضازاده، رضا محمودی آبادی، علی خدادادی، سیدعلی یحیی‌زاده و رضا دهقان و امیرحسین آسیابانپور 11 بازیکنی هستند که محمد سعید اخباری سرمربی تیم چادرملوی اردکان به زمین مسابقه فرستاده برای بازی امروز. توپ در اختیار بازیکن تیم چادرملو هست. در خط دفاعیشون صاحب توپ هستن بازیکن تیم چادرملوی اردکان. 7 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. بازی داره دنبال میشه. بازی از حساسیت خاصی برای تیم داماش گیلان برخوردار هست. علی نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. بازی در میانه میدان. داوری این دیدار بر عهده علی صفایی است. کمک داور اول هم علی اکبر نوری، کمک دوم هم رضا بابا رئیسی است، داور چهارم هم شاهین یزدانی. تیم داوری امروز این دیدار این چهره علی صفایی است. قطعاً تیم داماش و سرمربی این تیم به 3 امتیاز این دیدار فکر میکنه و تنها راه نجات داماش تقریباً برد در بازی امروز و کسب 3 امتیاز خواهد بود. باید ببینیم که در پایان چه نتیجه‌ای برای داماش گیلان به دست خواهد اومد در بازی امروز. بازی که خیلی مهم هست برای داماشی ها و باید ببینیم که در پایان چه نتیجه رو کسب خواهند کرد. توپ در اختیار
لاجوردی پوشان داماش. در میانه راه بازیکن تیم چادرملو صاحب توپ هستن. رضا محمود آبادی توپ رو به چپ میبره و از همون سمت چپ قصد دارن یک حمله رو تدارک کنن. توپی که فرستاده میشه و اشکان توانا میاد و توپ رو در اختیار میگیره. این اشکان تواناست که میبینید. پرتاب توپ محمدرضا مهدوی در کنار زمین. علی نظر محمدی اونجا ایستاده. یک بار دیگه با ضربه سر توپ رو میسپارن به دروازه‌بان جوان خودشون بازیکنان تیم چادرملو اردکان. این چهره دروازه‌بان تیم چادرملو هست، یعنی امیر حسین آسیابانپور و مربی دروازه‌بانان تیم هم حامد طباطبایی، مربی گیلانی تیم چادرملو هست که قطعاً معرف حضور شما بینندگان عزیز هست. زمانی خودش در تیم داماش گیلان حضور داشت به همراه برادر خودش هادی طباطبایی، یکی از پیشکسوتان خوب فوتبال کشور و تیم داماش. شهرام حمیدی رو میبینید صحبت میکنه علی نظر محمدی و محمدرضا مهدوی با داور این دیدار. معترض هستن نسبت به اعتراضی که قطعا صحنه خطا رو خواهید دید که چه اتفاقی رخ داد. توپی که اینجا اومد و خطایی که انجام شد. بلافاصله توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش. فرصت هست برای داماشی ها. محمد سجاد قلیبیگی و توپی که زدن داماشی ها در اختیار گرفت دروازه‌بان تیم چادرملو. آسیابانپور بازی رو آغاز خواهد کرد. میزنه به میانه میدان. اعلام خطا نمیشه و حالا داور اعلام خطا میکنه بعد از اعتراض داماشی ها. این چهره علی نظر محمدی است در کنار زمین میبینید، سرمربی پرتلاش تیم داماش صحبت میکنه با کادر فنی خودش. همچنین صحبتی هم میکنه با ناظر بازی آقای مهدی ناصحی. باز هم خطا اعلام میشه. این بار برای چادرملو. میفرسته توپ رو. خطا نیست. بازی دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 دو تیم مساوی هستن. داماش در خانه خودش داره بازی میکنه و در مقابل این هوادارها به فکر کسب 3 امتیاز این دیدار هست. پرتابی که انجام میشه دوباره داماشی ها. پرتاب برای بازیکنان چادرملو. توپ رو میزنن و توپ به بیرون میره. دوباره پرتاب برای
چادرملو اردکان کوتاه کار میکنن در پشت محوطه جریمه تیم داماش گیلان. حالا میفرستن توپ رو، باز هم فرصت هست برای چادرملو و مدافعان تیم داماش که توپ رو برمیگردن. حالا فرصت هست برای سعید طالبی، ضد حمله برای داماش. ببینید از توپ چگونه استفاده خواهند کرد. معطل میکنه سعید، حالا یه خورده عقب‌تر برای کمیل حیدری. کمیل به عقب میاره کلا برای سیامک علیزاده. اینو میدونید صدای اینه. سیامک مستقیم به زمین چادرملو. برگشت توپ از محمدی فرد. اعلام خطا نمیشه، بازی ادامه پیدا میکنه. چه ضربی که میتونست خطا اعلام بشه اما این کار انجام نشد. حالا از اون سمت ضد حمله ببینیم شک میگیره برای داماش یا توپ بیرون میره و فقط اعلام پرتاب میکنه. میرادی میرجوان به دنبال توپ رفت اما فقط اعلام خطا شد. صحنه قبلی رو خواهید دید شما بینندگان عزیز. اینجا توپی که میتونست اعلام خطا کنه اما خطا اعلام نشد. این هم سعید طالبی است، چهره‌ای که میبینید در تصویر. عرض کردم کاپیتان تیم داماش هست در این بازی. پرتاب رو داماشی انجام خواهند داد. کمیل حیدری، حالا این سمت محمد سجاد قلی بیگی دوباره به سمت راست میبرند. سانتیگه انجام میشه و موقعیت خوبی که هیچ یک از داماشی ها نرسیدن به این توپ. موقعیت عالی بود برای داماش اما نرسیدن دو بازیکن داماش به این توپ و توپ بیرون رفت از کنار دروازه این دروازه‌بان. بازی باید آغاز بشه. امیر حسین آسیابانپور توپ رو میزنن به میانه میدان. ضربه سر از سفید پوشان چادرملو. رضا محمود آبادی پشت محوطه جریمه دوباره بازی کنن تیم داماشه که توپ رو برمیگردونن. باز هم حالا رضا زاهد تبار میره که یک ضد حمله روی دروازه تیم چادرملو انجام بده. رضا زاهد تبار داخل محوطه و توپ رو تقدیم دروازه‌بان کرد. میتونه خود بهتر کار کنه رضا زاهد تبار. رضایی که این بار به جای نیمه دوم علی نظر محمدی در ترکیب 11 نفره تیمش از او استفاده کرده و باید بیشتر خودشو نشون بده. زاهد تباری که در بازی با مس کرمان گل پیروزی بخش تیم خودش رو به ثمر رسوند در همین ورزشگاه. این داستان رفتن تیم داماش به ورزشگاه سردار جنگل و دوباره برگشتن به اینجا رو خودمون که متوجه نشدیم، امیدوارم که شما تماشاگر عزیز هم متوجه بشید که به هر حال یه بار گفتن به خاطر زمین مسابقه بوده، یه بار گفتن که تیم خیبر به اون زمین عادت نداشته، یه بار گفتن که نور ورزشگاه مناسب نبوده، یه بار انداختن گردن کادر فنی. به هر حال هر چی که بود یه بازی رو در اون ورزشگاه انجام دادن و بازی واگذار شد مقابل خیبر. و حالا با تلاش دوباره مسئولین بازی به ورزشگاه عزودی برگشت و تماشاگر داماش میتونن در این ورزشگاه تیم محبوب خودشون رو تشویق کنن. بازیکن تیم چادرملو حالا باید این ضربه رو بزنن. رضا محمود آبادی پشت توپ ایستاده.
شروع بازی هم تماشاگر داماش انتقاداتی رو داشتن نسبت به نوع برگزاری بازی ها و باید به فکر این هوادارا هم باشیم. یک بار دیگه توپ رو میزنن حالا داخل محوطه جریمه و کماکان موقعیت هست برای چادرملو که توپ به بیرون میره. توپی که علی خدادادی زد. توپ رو میزنن بازیکنان تیم. این هم هواداره خونگرم تیم داماش که در ورزشگاه حضور دارن با شور و حرارت خاصی دارن بازی رو دنبال میکنن. پرچم‌های داماش رو میبینید که برافراشته کردن و شعار خود این هواداره همینه که پرچم داماش هیچگاه زمین نمیمونه و در ورزشگاه به خوبی تیم خودشون رو تشویق میکنن. پرتاب رو محمدی فرد انجام میده برای تیم چادرملو اردکان. محمد بختیاری به چپ، رضا دهقان باز هم از همون سمت چپ توپ رو میفرستن. یه لحظه نرسید به توپ عطابک زارعی و به توپ ضربه زد و توپ به بیرون رفت. اشکان توانا بازی رو آغاز خواهد کرد. باز هم بازیکنان تیم چادرملو اردکان پشت محوطه 18 قدم میخوان بیان که اعلام خطا میشه. اعلام خطا میشه از سوی داور و ضربه‌ای که زده شد. ببینیم خطا چطور انجام شد. اینجا توپ رو آوردن و ببینید زدن که اعلام خطا شد. حالا در موقعیت خوبی قرار دارن بازیکنان تیم چادرملو اردکان و باید این ضربه رو بزنن. سه بازیکن پشت توپ ایستادن. عطابک زارعی قرار توپ رو بزنه. سیدعلی یحیی زاده مهاجم تیم چادرملو میزنه توپ عطابک و برخورد میکنه به مدافعین تیم داماشو. میرهادی میرجوان بود که توپ راهی کرنر شد. حالا ضربه کرنر رو خواهند زد بازیکن تیم چادرملو و رضا محمود آبادی که میره پشت این ضربه قرار میگیره. توپ خوبی رو نزدن در ضربه ایستگاهی. ببینید توپی که برخورد کرد به مدافعین و به کرنر رفت. حالا ضربه کرنر رو دارن میزنن. 13 محمود آبادی داخل محوطه جریمه رو ببینید چقدر شلوغ هست. همه بازیکن تیم چادرملو اونجا هستن. میکشه یه لحظه توپ برخورد میکنه به دست بازیکنان تیم چادرملو و اعلام هند میشه. گل قبول نیست. توی دروازه توپ قرار میگیره اما گل قبول نیست. قطعا در صحنه آیسته همکارمون نشون خواهند داد چه اتفاقی افتاد و
توپ کجا رفت؟ ببینیم این ضربه رو. توپی که بله به دست یکی از بازیکن‌های تیم چادرملو هم برخورد کرد. حرکت آهسته‌ش رو خواهیم دید و نظری که داور اعلام کرد. ببینیم این ضربه رو. اینجا بله به دست خود سیدعلی یحیی‌زاده برخورد کرد و توپی که حالا دوباره موقعیت ایجاد میشه برای بازیکن تیم چادرملو. پشت محوطه جریمه یحیی‌زاده به راست میبره علی خدادادی و توپی که دوباره به کرنر رفت. در شماره 7 زارعی این توپ رو خواهد فرستاد. دورخیز میکنه زارعی. میفرسته توپ رو و با ضربه سر توپ رو راهی بیرون میکنه علی خدادادی. آغازگر بازی خواهد بود اشکان توانا برای داماش. اشکان میخواد داور این دیدار که به سمتش بیاد. این هم سعید اخباری است سرمربی تیم چادرملو اردکان. یه لحظه شهرام حمیدی رو میبینید در تصویر. البته در کنارش علی نظر محمدی حضور داره. قطعا همکارامون میخوان توانا رو نشون بدن. بله این علی نظر محمدی، محمد رضا مهدوی و شهرام حمیدی در کنار هم کمک میکنن به تیم داماش و هوادارایی که کماکان در حال تشویق تیم خودشون هستند. هواداره تیم داماشی که در همه بازی‌های تیم داماش حضور دارن، تیم رو تشویق میکنن و این جایگاه تیفوسی های داماش هست که میبینید در تصویر. بازی دوباره از سر گرفته خواهد شد. این چهره اشکان تواناست که بازی رو آغاز میکنه. 30 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی بازی داره دنبال میشه. باز هم بازیکن چادرملوی اردکان از سمت چپ سانتری که انجام میشه و توپ به بیرون میره. اشکال توانا بازی رو آغاز خواهد کرد. میزد توپ رو بلند به میانه میدان. با ضربه سر میسپارن توپ رو به خیری. خیری از همون سمت راست رضا زاهدتبار رو صاحب توپ میکنه. خود رضا توپ زاهدتبار گرفت. بازیکن تیم چادرملو این سمت یحیی‌زاده به توپ نرسید و اشکان توانا بود که توپ رو جمع کرد. دوباره در میانه میدان زارعی میزنه توپ رو این سمت. خیری با ضربه سر نرسید به داماشی ها. محمد سجاد قلیبیگی باز هم اعلام خطا. این بار خطا اعلام میشه. کارت زرد رو میده داور به سعید طالبی از داماش.
حالا ضربه خطا رو بازیکنان چادرملو خواهند زد. باید ببینیم که چه اتفاقی اونجا رخ داد. در صحنه آهسته اینجا خطای طالبی رو گرفت داور و یه کار زردم که بهش داد. فرصت حالا داخل محوطه جریمه با ضربه سر توپ رو کمی دور میکنن بازیکن تیم داماش و حالا توپ کاملا دور میشه. ببینیم میتونن از این موقعیت استفاده کنن که نه، باز هم توپ برگشت داده میشه. یه لحظه این محمد سیمانپور بود که توپ رو دور کرد. حالا فرصت برای چادرملو، محمود آبادی توپش رو زدن به خوبی داماشی ها. دوباره سیمانپور و توپی که به بیرون میره به نفع داماش گیلان. علی نظر محمدی امروز سعی کرده از بازیکن جوانتر استفاده کنه تا بتونه در خانه نتیجه لازم رو بگیره مقابل تیم چادرملو اردکان. امتیازی که از نون شب برای داماشی ها واجب تر هست. واقعا این امتیاز میتونه به داماش کمک کنه در ادامه راه. اشکان توانا، اشکان خودش حالا توپ رو بلند میزنه به زمین تیم چادرملو. ادامه خطا میشه باز هم برای اردکان. ضربه ایستگاهی که زده خواهد شد برای تیم چادرملو. میزنن توپ رو داخل محوطه جریمه. سرزنای داماشن که توپ رو برمیگردونن. دوباره برگشت توپ و حالا اشکان توانا که میاد توپ رو جمع میکنه و خیال بازیکن تیم رو و تماشاگران راحت بلافاصله به راست میبرن توپ رو و توپی که حالا بازیکن تیم داماش در اختیار دارن. یه بار دیگه کمیل هیدری از سمت راست. خود کمیل سانتوشو انجام میده. این سمت کسی نیست، سیمانپور هست. سیمانپور پاسش میفرسته اما نرسید به میرجوان. دوباره سیمانپور از سمت چپ یه بازیکن از پیش رو برمیداره اما توپش خیلی جلو بود و به بیرون رفت و از کنار دروازه بازی باید آغاز بشه. علی نظر محمدی صدا میکنه بازیکن تیم خودش رو. 36مین دقیقه از این دیدار. باز هم داماشی ها صاحب توپ. در میانه میدان سفید پیشان چادرملو صاحب توپ. باز هم صاحب توپ میدان هستن. یحیی زاده از همونجا شوتشو میزنه یحیی زاده اما توپ بیرون میره. بازیکن فومنی تیم چادرملو اردکان. داماش حمله کن. شعاریه که سر میدن بازیکن تماشاگر تیم داماش و میخواند تیمشون که حمله داشته باشه به سمت دروازه تیم چادرملو. شاید بتونن نتیجه بگیرن و
موفق باشند. باز هم علی نظر محمدی حالا ناراحت هست. یا بازیکن که تالیوش روی زمین افتاده، اعتراض داره به نحوه بازیکن تیم چادرملو و میگه چرا بازیکن ما که افتاده بود شوت زدی و بازی جوانمردانه رو رعایت نکردی. علی نظر محمدی حالا اعصابش خورد هست بابت اتفاقاتی که افتاده و به آقای ناصری میگه انگار ما مهمانیم تو این بازی و حق هم داره سرمربی تیم داماش. در حال داماش داره در خانه خودش بازی میکنه و این تماشاگر تیم داماش که پشت هم تیم خودشون رو تشویق میکنن و حالا آقای فراهانی هم من دیدم یه لحظه که تو ورزشگاه هست، مسئول لیگ یک فوتبال باشگاه کشور امیرحسین فراهانی در ورزشگاه حضور داره و داره بازی رو از نزدیک تماشا میکنه. به هر حال بازی بسیار مهمی است که دو ناظر ویژه انضباطی هم برای این بازی گذاشتن و هواداره تیم داماش که استقبال خوبی هم از این بازی کردن، میدونن که تیمشون به این 3 امتیاز احتیاج داره. بازی دیگری که همزمان داره با این بازی برگزار میشه بازی سایپا خیبر هست که اون بازی تا دقیقه 23 0-0 مساوی است. دیگر بازی ها از ساعت 18 آغاز خواهد شد. اول بگم خدمت شما که در جدول رده‌بندی لیگ آزادگان تیم داماش گیلان با 19 امتیاز در رده 17 قرار داره و تیم چادرملوی اردکان هم با 55 امتیاز در رده دوم هست. رقابت سختی رو داره با تیم فجر سپاسی و نفت مسیح سلیمان در بالای جدول و در اون سمت هم داماش در پایین جدول رقابت سختی رو داره با دریای بابل و شاهیل و بندر آمری و شهرداری آستارا. دو تیم بالای جدول بالای داماش در جدول رده‌بندی. یک بار دیگه بازیکن چادرملو یحیی زاده یه لحظه توپ رو پاش جفت جور نشد، عقب‌تر برای طاهران، خود علی طاهران و سانتی که انجام میده و با دقت مدافعین تیم داماش توپ به بیرون میره. حسین خیری بود که این توپ رو به بیرون فرستاد. حالا ضربه کرنر رو خواهم فرستاد. توپی که ساند میشه مناسب نیست. سیامک یگانه بود که توپ رو ببخشید سیامک علیزاده بود که توپ رو برگردوند. رضا زاید صبار دوباره محمود آبادی فرصت برای بازیکن تیم چادرملو داخل محوطه و اشکان توانا که بالاخره توپ رو جمع میکنه و این هم علی نظر محمدی صحبت میکنه با کادر خودش و توضیحاتی که
میده علی نظر محمد. ببینیم اون صحنه رو که چه اتفاقی افتاد. توپی که اومد ببین اول این صحنه رو ببینیم که چه اتفاق رخ میده. توپی که برمیگردونن دوباره داماشی ها. خیری در گوشه زمین توپ رو به بیرون میفرستن. اینجا صحنه رو خواهید دید. توپی که اینجا هر طور که بود فرستادن یه لحظه رو پای بازیکن تیم داماش هم برخورد کرد و داشت میرفت که یه گل به خودی رو شک بدن داماشی ها، اما اشکان توانا به موقع توپ رو جمع کرد. 44مین دقیقه از این دیدار. 0-0 مساوی. بازی رو دنبال میشه. باز هم داماشی ها صاحب توپ. برگشت توپ دوباره سیمانپور رو به عقب فرستاد توپ رو. باور اشاره میکنه وقتی طرف شده رو. این هم طباطبایی بود. یه لحظه دیدید این سمت اخباری عمران زدم یه لحظه در تصویر دیدیم. اخباری عمران زدم بار دیگه بازیکن تیم چادر معلوم و چه توپی رو برگردوند سیامک علیزاده. واقعا عالی کار کرد سیامک و یه گل حتمی رو برگردوند. سعید اخباری به ساعت خودش نگاه میکنه. ببینیم اون صحنه رو چه اتفاقی رخ داد. توپی که فرستاده شد اینجا توپ رو برگردوند بازیکن تیم داماش سیامک کرد. ببینید توپی که اینجا فرستاده شد ضربه‌ای که زد و اشکان هم بود توی دروازه، اما خیلی شوتش محکم بود. میرفت که دروازه تیم داماش رو باز کنه، اما این اتفاق رخ نداد. یک بار دیگه بازیکن تیم چادر ملو صاحب توپ هستن. این هم دیده نشد. یه لحظه سیامک آیه امیرحسین فرهانی رو می‌خواستیم نشون بدیم به شما بینندگان عزیز که در کنار مامورین محترم این نظامی ایستاده. آره این آیه فرهانی است. یه لحظه دیدی تصویرش رو. رئیس سازمان لیگ یک فوتبال کشورمون به هر حال زحمات زیادی رو امسال کشیده برای لیگ یک آقای فرهانی و بازی‌های منظمی که در لیگ یک برگزار شد قطعاً کم و کاستی‌هایی داشته، اما امسال خیلی بهتر از سال‌های گذشته بوده برگزاری رقابت لیگ یک و با نظم خاصی برگزار شده و خوبیش این بود که همه بازی‌ها رو میشد به هر حال تو یک روز برگزار کرد. حالا بازی‌هایی که به دلایل مختلف لغو میشد امسال خیلی کمتر لغو شد و به همین تیم داماش یا شهرداری آستارا اجازه ندادن که بازی‌هاشون در مقابل دیگر تیم‌ها لغو بشه. سوت
پایان بازی در نیمه اول به صدا در میاد. استراحت کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی سایت آنتن خواهیم بود. همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما هستیم با پخش زنده نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و چادرملوی اردکان یزد. دیداری که در نیمه اول با تساوی 0-0 دو تیم همراه بود و بدونیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و چه نتیجه رقم خواهد خورد. بازی در ورزشگاه در ورزشگاه عزیز داره برگزار میشه. این هم چهره رئیس هیئت فوتبال ما هست، جناب الماس خاله، در کنار آقای آرمان. آقای الماس خاله یک بار دیگه به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان گیلان انتخاب شد در مجمعی که 2 روز پیش ما برگزار کردیم در استان گیلان با حضور آقای مهدی تاج. 38 رأی در اون مجمع باید داده میشد که 37 نفر به آقای الماس خاله رأی دادن و دوباره ایشون رو به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال انتخاب کردن. زیاد هم مهم نبود که تماشاگران رو سکوها چی میگن، چه رش، چه انزلی، چه تالش. به هر حال انتخابات انجام شد و آقای الماس خاله 4 سال دیگه به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد. تبریک میگیم به ایشون و مجموعهشون و امیدواریم که در 4 سال آینده بتونن به فوتبال استان گیلان کمک کنن و همچون دوره‌های قبل نباشه بهتره، خود کمک بیشتر بشه به فوتبالمون. این نباشه وضع داماش ما، این نباشه وضع سپیدرود ما. به هر حال تیم‌های ما خصوصی هستن ولی خب میتونن کمک کنن هیئت‌های فوتبال به حداقل انتخاب مالک‌ها در تیم‌های فوتبال ما. بهتر میدونید که چه اتفاقاتی افتاده برای تیم‌های گیلانی. اکثرشون مشکلاتی که روی مالکیتشون داشتن و از همون ناحیه هم ضربه خوردن. حالا باید ببینیم که در دوره جدید مدیریتی خودشون آقای الماس خاله چه برنامه‌هایی رو دارن. انتقادهای زیاد بود قبل از برگزاری انتخابات. البته وقتی هر 37 نفر به آقای الماس خاله رأی میدن قطعا توانایی ایشون رو دیدن که دوباره ایشون رو انتخاب کردن، چون از باشگاه فوتبال ما هر کدوم یک رأی داشتن، هم باشگاه داماشت
هم ملوان، هم سپیدرود، هم چوکای تالش، هم شهرداری آستارا و قطعا همه باشگاهان بلا استثنا به آقای الماس قالی رأی دادن. فقط یک رأی داده نشد، هم از سوی تیم فوتبال ساحلی رودسر بود که رأی ندادن. مابقی در این انتخابات شرکت کردن و آقای الماس قالی رأی دادن. برگردیم به گزارش این بازی. بازیکن تیم چادرملو اردکان صاحب توپ علی خدادادی توپش به بیرون میره. یه لحظه یه بازیکن داماش هم روی زمین افتاده که دوربین ما نشون میده. بازیکن تیم داماش رضا زایتباره که از ناحیه پای راست خودش احساس درد میکنه. علی نظر محمدی میاد در گوشه زمین صحبت میکنه با سعید طالبی. در این سمت هم رضا زایتباره که بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. این تماشاگر تیم داماش هستن که در تصویر میبینید. داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن. شعار الان تماشاگر تیم داماش هست. در حال از تیم خودشون گل میخوان. باید ببینیم که به این در حال از تیم خودشون میخوان. باید ببینیم که به این با توپ جمع کن یه لحظه درگیر شدن و حکاسا اومدن یه دفاعی هم بکنن. در حال خب بازیکن نباید با توپ جمع کن اونجا درگیری بشه. اتفاقی که اصلا درست نیست. یه بوده یک دقیقه ما در خدمت شما بینندگان عزیز نبودیم به دلیل قطعی اینترنت در ورزشگاه. در حال اینجور مشکلات هم وجود داره در ورزشگاه و قطعا اون صحنه رو خواهید دید که چه اتفاقی رخ داد. ما داریم اون تصویر رو که اینجا به شما نشون خواهیم داد. ببین اینجا توپ جمع کنه اومد توپ رو بیاره. یه لحظه آره بازیکن رفت توپ رو از دست توپ جمع کن گرفت و یه بحثی هم میکنه با توپ جمع کن. اصلا درست نیست این صحنه ها. بازیکنی که داره خودشو گرم میکنه در کنار زمین و میاد با توپ جمع کنه تیم داماش درگیر میشه. واقعا اصلا کارا دیگه منسوخ شده است. نمیدونم حالا چرا این کار انجام دادن. باز هم من پوزش میخوام از شما بینندگان عزیز. در حال
قطعی اینترنت تو کار ما هم تاثیر داشت. البته فقط یه دقیقه قطع بودیم، اتفاق خاصی هم رخ نداد تو این یک دقیقه. تنها اتفاقش همین برخورد با توپ جمع کن که شما نشون دادیم. شصتمین دقیقه از این دیدار، 0-0 مساوی. امیدوارم دیگه تا پایان بازی قطع نشه اینترنت ما. حیف این بازی به این خوبی. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و خطا نمیشه. علی نظر محمدی معترض هست. دروازه‌بان آغازگر بازی خواهد بود. تنها بازیکن بومی چادرملو همین امیرحسین آسیا بامپور هست. گلر اصلی تیم هم بهتر میدونید که صدقی است و تو بازی امروز نیست. تو لیست 18 نفره تیم هم که من نگاه کردم نبود. حالا شصت و دومین دقیقه از این دیدار هستیم و باید ببینیم که چه اتفاقاتی تا پایان رخ خواهد داد. این چهره اشکان توانا هست دروازه‌بان تیم داماش گیلان. توپ رو میانه میدان میاره با ضربه سر کمی توپ رو دور میکنن. دوباره بازیکنان تیم داماش حالا از سمت چپ صاحب توپ میشن. در خط دفاعی به راست میارن توپ رو. در سمت چپ زمین خودشون چادرملویا صاحب توپ. یه لحظه توپ رو باید بازیکن داماش رستمی به چپ میبرن. حالا محمد سجاد قلی بیگی، رستمی، میلاد پور محسن، باز هم از همون سمت سیمانپور و محمد سجاد قلی بیگی رو به عقب. رستمی میانه میدان، کمیل حیدری یه توپی که میفرسته به سیمانپور نرسید. دوباره محمد سجاد صاحب توپ رو به چپ میبره برای میلاد پور محسن. سانتر پور محسن و توپی که میاد و آرام آرام از این سمت زمین به بیرون میره. آسیا بامپور به راست میبره. یه بازیکن تیم داماش روی زمین افتاده، توپ رو بیرون میزنن. بازیکن تیم چادرملو، این بازیکن سیمانپور هست، امیر محمد سیمانپور شیجانی. این هم علی نظر محمدی که در تدارک تعویض هست و داروش بخت که قراره به زمین مسابقه بیاد. این سمت هم آقای اخباری صحبت میکنه با فراز فاطمی و دیگر مربی تیم خودش. حنیف عمرانزاده، حنیف هم از بازیکنهای خوب فوتبال کشور ما بوده.
که الان در کادر فنی چادرمالی هست. علی نظر محمدی داره پلن بیش رو استفاده میکنه. معمولا تو مصاحبه بعد بازی میگه که در این جور مواقعی که همه چی گره میخوره از پلن بیش استفاده میکنه. الان داروش بختو داره میاره تو توضیحاتی رو هم به داروش میده. خودش خیلی امیدواره که بتونه نتیجه بگیره تو بازی امروز. اما تیم چادرملو هم تیم خوبیه و خیلی خوب داره کار میکنه. این هم تماشاگرایی که یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. 36 به زمین مسابقه میاد به جای امیر محمد سیمانپور. سیمانپور از همون سمت به بیرون میره. صحنه زیبایی رو تماشاگرها خلق کردن در ورزشگاه. همه سکوت کردن و تیم خودشون رو تشویق میکنن. کار زیبا از تماشاگر تیم داماش گیلان. خیلی امیدوار هستیم که این وحدت و همدلی بین تماشاگر همیشه باشه. دوباره داماشی ها. رستمی، علیزاده، یه بازیکن روی زمین میفته که سیامک علیزاده باشه و داور علی صفایی پرچم خودش رو بالا میبره. علی نظر محمدی در کنار زمین آرام قرار نداره و میخواد عوض کنه که به جلو برن. خیری، سانتر خیری، دوباره فرصت. حالا داریوش بخت، یه چرخش خوب از داریوش، یه پاس دیگه و توپی که حالا در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم چادرملو. موقع خوبی بود برای داماش که نتونستن استفاده لازم رو ببرن. یه لحظه داریوش بخت گم کرد توپ رو و نبود کسی در کنارش که بتونه توپ رو بهش بده. ببینیم صحنه آیسته رو که چی شد و توپ رو چطور از دست دادن. توپی که اینجا به داروش رسید، یه لحظه اینجا دیگه پاسشو فرستاد اما نتونستن به خوبی استفاده کنن و به گل تبدیل کنن. این هم تماشاگری تیم داماش که به صورت منظم دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. بازی رو بازیکن تیم چادرملو آغاز خواهند کرد. در کنار زمین صحبت میکنن. در رأسش بازیکن تیم داماش که یک کارت زرد حالا میده به محمد رستمی کاپیتان تیم داماش.
داور میخواست با درابال بازی رو آغاز کنه، اما داماشی ها معتقد بودن که این کار نباید این گونه انجام بشه. حالا شد و بازی دوباره از سر گرفته میشه. محمد سجاد قلیبیگی صاحب توپ هست. قلیبیگی برای یزدیا غریبه نیست، 3 فصل پیش باز شهید قندی یزد بازی میکرد. یه تعویض رو داماش میخواد انجام بده. این امیر حسین یوسفی است و جایگزین میلاد پور محسن خواهد شد. علی نظر محمدی میخواد بازیکن خودش رو تعویض کنه. کادر فنی چادرملو چرا اعتراض میکنه به تعویض داماش؟ داماشی حالا بازیکنشون روی زمین افتاده. شهرام حمیدی، علی نظر محمدی و داور چهارم که شاهین یزدانی است و با تعویض رو انجام بده. شهرام صدا میکنه بازیکن تیم رو، میگه از همونجا بیرون بیره. میلاد پور محسن بود، نمیخوان وقت رو تلف کنن، میخوان بلافاصله بازی رو از سر بگیرن تا به گل برسن. یک بار دیگه بازیکن تیم شهید قندی، خطا نبود اما دو بازیکن با هم خوردن، از ناحیه سر هم با هم برخورد کردن. امیدواریم که چیزی نشده باشه. دو بازیکنی که حضور دارن در تصویر علی خدادادی از تیم چادرملو بود و بازیکن داماش که بلند میشه و خوشبختانه آرمان لطفو خدا مشکلی براش پیش نیومده. صحنه آهسته رو ببینیم که چه اتفاقی رخ داد. از پزشک میخوان که به زمین بره. ببینید اینجا دو بازیکن بلند شدن. آرمان لطفو خدا از پشت خورد به خدایی و علی خدادادی. حالا دو بازیکن بلند میشن و خوشبختانه اتفاقی رخ نداده برای این دو بازیکن. حالا داور یک کارت زرد رو نشون میده به بازیکن تیم داماش یا چادرملو. آره چادرملو نشون داد. علی خدادادی کارت زرد میگیره. معترضم هست. این چهره خدادادی است که کارت زرد گرفت. و اشکان توانایی که بازی رو آغاز خواهد کرد. تورخیز اشکان توانا برای زدن این ضربه میزنه این توپ رو بلند به میانه میدان. بازیکنای تیم چادرملو برمیگردن توپ رو. سیامک علیزاده، ضربه بلند سیامک نرسید به داریوش بخت. باز هم چادرملویی ها صاحب توپ از سمت راست خودشون. اعلام خطا میشه. کمک دوم این دیدار اعلام خطا میکنه رضا بابا رئیسی. این سمت هم که علی اکبر نوری کمک اول هست. ناظر داوری این دیدار محمد رضا ابوالفضلی است.
بازی در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت داره برگزار میشه. یک بار دیگه داریوش بخت رو به عقب برای خیری، دوباره از سمت راست زمین خودشون توپ به بیرون میره. اخوالی صحبت میکنه بازیکن تیمش. محمد سعید اخوالی، دوباره داریوش بخت، نمیتونه کاپیتان علی طاهران رد کنه. دوباره داریوش، کمیل، خود کمیل هیدری، چیکار دارن میکنن بازیکن تیم داماش؟ شوت زد یا پاس داد؟ دوباره کمیل هیدری با ضربه سر برمیگردونن. باز هم بازیکنان تیم چادرملو که روی زمین میفتن اعلام خطا میشه. 76مین دقیقه، وارد 77مین دقیقه هم شدیم و کماکان 0-0 دو تیم مساوی هستند. توپ رو خواهند زد بازیکن داماش و خیری که میگه توپ رو عوض کن برام و این کار انجام میده. توپ جمع کن براش. توپ جمع کنای داماش هم متعصب هستن، نباید با این توپ جمع کنها درگیر میشدن بازیکن تیم چادرملو. بینندگان عزیز خوب خاطرشون هست که ما بازی قبل که داماش بازی رو واگذار کرده بود، توپ جمع کنه کنار زمین داشتن گریه میکردن و خیلی ناراحت بودن از باخت تیمشون مقابل تیم خیبر در زمین خودی. باز هم بازیکن داماش توپ رو بیرون زدن و پرتاب برای چادرملو خواهد بود. دوباره بازیکن تیم چادرملو، پرتاب رو سعید محمدی فرد انجام خواهد داد برای چادرملو. داخل محوطه جریمه رو میبینید. 80مین دقیقه از این دیدار. پرتاب انجام خواهد شد. منتظریم تا داور اجازه کار رو بده که حالا اجازه رو میده. پرتابی که انجام میشه داخل محوطه جریمه. یه شوت، باز هم برگشت توپ. بازی خوبی رو در نیمه دوم شاهد نیستیم و داماش نیمه اول خیلی بهتر بود، نیمه دوم بازی رو بستن بازیکن تیم چادرملو. حالا از سمت راست دوباره بازیکن تیم داماش صاحب توپ دو موقعیت رو داشتن اما خوب کار نکردن، بازی خوبی رو ندیدیم. حالا شاید تیم چون رده دوم جدول هست. حالا یه کار زردم که علی نظر محمدی گرفت و بازی
ادامه پیدا خواهد کرد. 10 دقیقه به پایان این دیدار زمان داریم و داریم که بازی با نتیجه که تماشاگران میخوان دنبال بشه. یک بار دیگه داماشی ها باز هم تلاششون بیفایده است. حالا از سمت راست یه بازیکن از تیم چادر مالو روی زمین افتاده و خیری که شوت میزنه و توپش به بیرون میره. از ناحیه کتف چپش احساس درد میکنه بازیکن تیم چادر مالو. داماش گل بزن. رشتیا بیقرارن. یک بار دیگه چهره مامرزا مهدوی رو میبینید. دوباره بازیکن داماش توپ رو با یالی، اما خطا هم نگرفت داور. میره تا یه کارت قرمز بده. بله کارت قرمز رو میده به بازیکن تیم چادر مالوی اردکان و اعلام خطا میکنه داور. کمک بود که خطا نگرفت. کمک بود، بله کمک که پرچم داد داور نگرفت. اول صحنه آهسته رو باید ببینیم که چی شد. اعتراض محمدرضا مهدوی که به حقم بود. صحنه رو ببینید شما بینندگان عزیز، قطعا متوجه خواهید شد که چی شد. ما هم مثل شما باید ببینیم این صحنه رو. نگه داشت کلا بازیکن داماش رو و داور هم بلا فاصله پرچم زد. ببینیم این صحنه رو یک بار دیگه از کمی عقب‌تر. اینجا توپی که اومد با خودش ببره بازیکن داماش نذاشت این کار رو بکنه. یار شماره 5 سیروس صادقیان و اخراج میشه بازیکن تیم چادر مالو. نمیتونست دیگه رد شه. ببینید صحنه رو. اینجا میکشه بازیکن داماش رو. ببینید جو قشنگ نگرش داشت، نتونست بره، وگرنه خب اگه میرفت موقعیت بهتری رو داشت بازیکن تیم داماش، اما این اتفاق رخ نداد. حالا باید ببینیم از این صحنه چطور استفاده میکنن داماشی ها. 84مین دقیقه از این دار کتف بازیکن رو گرفت و نگه داشت و اعلام خطایی که شد. سیامک، ببخشید، آقای فراهانی رو میبینید. امیرحسین فراهانی رئیس سازمان لیگ 1 فوتبال کشورمون، مسئول برگزاری مسابقات لیگ 1 که در ورزشگاه حضور داره و از نزدیک این بازی رو می‌بینه، در کنارش آقای حاجی عباسی از ناظران فوتبال استان گیلان، داورای خوب فوتبال کشورمون حضور داشتند. حالا ضربه رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. کمیل حیدری فرصت است برای داماش. چه توپی رو گل نمی‌کنن، چه موقعیتی و چه توپی که باز هم راهی به دروازه چادر مالو نداشت. حالا ضد حمله برای
اردکانی ها از سمت راست تبریک فرستاده میشه. برگشت توپ و قبلش داور دست خودش دمیده و یک کارت زرد رو میده به بازیکن تیم داماش گیلان. توپ دستش برخورد کرد، یه لحظه هند اعلام کرد داور. هر دو صحنه رو خواهیم دید. یک بار دیگه ببینیم این صحنه رو چطور خواهند زد. حالا این سمت بازیکنان تیم چادرملو صاحب توپ میشن. 86مین دقیقه از این دیدار. توپ رو میزنن و اشکان توانا که توپ رو جمع میکنه. بریم اون صحنه قبلی رو ببینیم. توپی که آره اینجا داماشی ها زدن، کمیل حیدری، و توپی که اینجا زدن و به گل تبدیل نشد. دروازه‌بان تیم چادرملو اجازه کار را نداد به داماشی ها. و اون صحنه هند داماش رو هم ببینیم که اینجا اعلام هند شد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش برگشت توپ، دوباره داماشی ها و اعلام خطایی که میشه. این هم مأمورین محترم یگان حفاظت که در ورزشگاه حضور دارن و به حفظ نظم و امنیت در ورزشگاه کمک میکنن. داور چهارم میاد با علی نظر محمدی صحبت میکنه. علی نظر محمدی کاماکان در حال صحبت هست. این اشکان تماس که داره دیوار دفاعی خودش رو میچینه. موقعیت خوبی برای چادرملو هست در این دقایق. 89مین دقیقه. پشت توپ سید سجاد آقایی. یه بار دیگه میزنن توپ رو و توپ با اختلاف بیرون میره. تیم داماش گیلان در خانه خودش داره بازی میکنه با تیم چادرملوی اردکان. چادرملوی که حالا 10 نفرم هست و شاید باید بهتر استفاده کنن. سایپا یه گل رو به خیبر زده و 1-0 از خیبر پیش از در خانه. شهرراز هم بازی شروع شده و با نفت گاز گشتاران 1-0 شهرراز در زمین خودش پیش است. حالا داماشی ها محمد رستمی از سمت راست، میرجوان سانتیگه انجام میشه اونجا نمیرسه بازیکن داماش و باز هم خود رستمی میاد توپ رو جمع میکنه. محمد سجاد قلیبگی دوباره رستمی از سمت چپ، سانتیگه نمیتونه انجام بده. محمد سجاد قلیبگی دوباره ضد حمله برای چادرملو. اجازه کارو نمیدن داماشی ها. هفت دقیقه وقت طلب شده رو داور گرفته برای نیمه دوم. 7 دقیقه زمان خوبی است برای داماش.
توپ داریوش بخت که تقدیم دروازه‌بان تیم چادرملو میشه. عجلی برای ادامه بازی هم نداره امیر حسین آسیابانپور. حالا این کار انجام میده. دوباره داماشی ها با ضربه سر توپ رو کمی دور میکنن. 0-0 مساوی. این بازی داره دنبال میشه. داماش باید خودش بخواد خودشو نگه داره در رقابت های لیگ 1. زحمات زیادی رو دارن میکشن که این تیم رو نگه دارن، از مالک باشگاه گرفته آقای نعیمی پور تا دیگر دوستان تا کادر فنی و بازیکنان، اما نتایج لازم رو تا حالا نتونستن بگیرن و اون نتایجی که بتونه این تیم رو نگه داره در رقابت لیگ 1. باید از این بازی‌های خونگی امتیاز بگیرن. سید علی یحیی‌زاده به دنبال توپ هست. بازیکن علی نظر محمدی هم بوده در باشگاهی که نظر محمدی حضور داشته. از سمت راست بازم بازیکنان تیم چادرملو و توپی که اشکان توانا حالا جمع میکنه. خود اشکان بلافاصله میخواد بازی رو شروع کنه، باید این کار انجام بده. چرا نگه داشته بازیکناش برسن؟ خب رفتن که بفرستین توپ رو، حالا ببینیم چی میشه. دوباره بازیکن تیم چادرملو هستن که صاحب توپ میشن. برگشت توپ باز هم چادرملو